اینجا هستن. پارپوتلوی نامرد از اجل خود فرار میکرد. علی خدایا لطفا اون چیزی نشه لطفا. چی شده؟ علی را چی شده؟ ها؟ چی شده؟ به تک مگه بزنم. علی چی شده علی را؟ یک چیز بگو. ها؟ ده زمینی موبایل پیش تو چی میکنه؟ من وقتی در موبایل زنگ آمد شما نبودید، فکر کردم مهم باشه جواب دادم. معذرت میخوایم. خدایا لطفا علی را کدام چیزی نشه. استاد، ما قسم چندین میدان برده از جهنم برآمدیم. به کمک خداوند از اینجا میبراییم. ширкати софсавдо доруҳоеро пешниҳод мекунад ки барои бемориҳои дарунӣ ва берунии инсон даво бахшанд. аз қабили фишорбаландӣ, гаймарид, бемориҳои меъда, рӯда, гурда, ҷигар, узвҳои ҳозима, дарди гулӯ, роҳи нафас ва ғайра. инчунин агар шумо бемориҳои пӯст доред ба монанди псориаз, сафедшавии пӯст, доғҳои сиёҳ, пас доруҳои софсавдо ба шумо кӯмак мерасонанд. ғайр аз ин агар шумо мушкилоти урологию гинекологӣ дошта бошед, пас ба ширкати софсавдо муроҷиат намоед ва инчунин машварати тиббӣ бигиред. ҳамчунон барои зиёд кардани риш ва мӯи сар, ба қувват кардани мардонагӣ, доруҳоеро бо намуди капсула ва равғане ки ба сатҳо дард даво дорад пешниҳод менамояд. барои фарбеҳ ё хароб шудан доруҳои БЦА, протеин ва генерҳои софсавдо айни муддаоянд. бурда расондан ба ҳама шаҳрҳои Русия дар муддати 3-5 соат. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. саҳифаи мо дар TikTok sofsavdo.tjk. агар аз номи нурангез филм муроҷиат намоед, ба шумо тахфиф карда мешавад. البته که میبریم پیلوت. من بعد از اینجا مستقیم پیش بچه میرم. تو بچه هم داری نه؟ بله دارم. پیلوت مثل شیر و یک بچه دارم. تو هم بسیار عجیب هستی استاد. یگان وقتی تو رو درک کردن نمیتونم، هرچی کوششم کنم. خب علی به تو چی گفت؟ او کجا است؟ بگو که کجا است؟ من برش گفتم که پیوند استخوان مطابقت کرده. درست است. او اینجا میایه؟ نه نمیفهمم، چون بعدش پشت صدای فایر آمد. شاید چیز را اشتباه شنیده باشی. این قسم زود به کلگی نگو که صدای فایر مرمی را شنیدی دخترم. مادر؟ از کجا صدای مرمی آمد؟ این گپ دیگه از کجا شد نواسه قندم؟ بله شما گفتین من شنیدم. خب علی جان بگو که چطور هستی؟ پدرت کجاست علی جان؟ من خب پدر ندارم کاکا دکتر. مادر میشه علی جان با اتاقش ببریم؟ البته دخترم. الا بیا که به تو هم میوه جور کنم بچیم. دکتر صاحب، علی جان فکر میکنه
که پدرش مرده و به فعلا نمیخوایم که ای گپه بفهمه. ما معذرت میخوایم، نمیفهمیدم خانم. خانم اسلم، اگه کدام کاری باشه که بکنم برام بگوی. نیست، هیچ کاری نیست که تو کنی. علی کجاستی؟ کجاستی؟ بچه مریض است پیلوت. او به ما ضرورت داره. باید هر قسمه که میشه از اینجا نجات پیدا کنیم. نجات پیدا میکنیم استاد، تشویش نکن، از اینجا میبرایم. راه برآمد وجود نداره پیلوت. اینجا هم به تو هم به او کسی که همراهت است قبرستان خواهد شد. لعنتی. حالا چی کنیم استاد؟ چی شده پیلوت؟ نه که سلاحت مرمی خلاص کرد چطور؟ اما تشویش نکو، پیش ما یک مرمی است که به آدرس خود میرسد. تو حال دیگه به خوشی خوشی تسلیم شو. وعده میتم که شکنجت نکنم. او مرمی به آدرس خود میرسه. بیا نامرد، بیا که برات نشان به تو مرمی در کدام جای اصابت خواهد کرد. بیا. آماده استی پیلوت؟ به اندازه ای که هیچ وقت نبودیم استاد. درست است پدر جان، میشه. ما حال زنگ میزنم. چی میگفت؟ میخواست پیش پیلوت بره، برش زنگ زده اما جواب نداده. های کتی ای کارای علی هان، من چی میادم چرا ای کارا را میکنه؟ اونجام جای گپ زدن از بلیاز خدا. نه، جواب نمیده. شما داخل برین. وقتی آقای آمد یک چند آزمایش دیگر هم انجام میدیم تا مطمئن شویم که هیچ کدام مشکلی وجود نداره. البته از علی جانم باید خون گرفته یک بار دیگه آزمایش کنیم. بازم پیچکاری؟ ها دیگه بچه قندم به خاطر که خوب شوی. ای خو آخرش از همه تو نیست دکتر صاحب؟ بله کاملا همین قسم است. وقتی آقای آمد باز میبینیم. البته اگه بیایه. نیکی کاکالیا مریض است. نه ای گپ دیگه از کجا شد بچیم؟ بچه قندم تو چند دقیقه خو شو، ما زود پس میم فهمیدی؟ ای علی کجا است؟ خدا میفهمه که بازم سر خود چی بلایی آورده. ها او هم در وقتی که آزمایش می ای دیگه از کجا شد دخترم؟ علی است دیگه، هیچ وقت تغییر نمیکنه، مثل سابق هنوزم نامده. یک دفعه دیگه برای زنگ بزنیم.
چی شد احمقا؟ مردن چطور؟ مردن با آخر راه رسیدی هارپوتلا. حالا بخیز دیگه. بخیر. مشکل تو بیشرف همراه پیلوت چی است؟ از او چی میخوایی؟ مرگشو میخوایم. بی غیرت. برات میگم که کار داریم اما رای ما رو گرفتی. پیلوت تو چی کردی؟ چرا زدیش؟ های چرا به دل میسوزانی استاد؟ زنده بودنی فقط وقت ضایع کردن است. بانش که اینجا باشه. خوراک گرگا و پرنده شوه. در زندگی خوب فایدهش نرسید، در مردگی فایدهش برسه. به هر صورت محال به ودت زنگ میزنم که برای ما 2 موتر بیاره. تو برایت برو، من برای خود میرم. تو پیش بچت برو. فکر میکنم موبایلم در موتر مانده. من رفتم میگیرمش. بیا زود تاشکافا از فرار کردن ما خبر شده باشه. چطور فرار کرد احمقا؟ چطور فرار کرد؟ شما در اینجا چی بد میکردین؟ والا رئیس ما هم هیچ نفهمیدیم. لعنت بهی کاری که شما میکنین. اوروغلو، هر جایی که فرار میکنی فرار کن. از من نجات پیدا کردن نمیتونی. ما اسرائیل تو میشم. میاییم بچیم، میاییم پیشت علی جان. اوف علی، جوابم نمیده. این کار از کردن نیست. زندگی بچیش به او وابسته است، به او، اما او ده اینجا نیست. میبخشین اما بیچاره به خوشی خود خو اینجا نیست. شاید که زندگیش در خطر است. شما چرا یک قسم فکر میکنین ها؟ او بیازو همیشه در خطر است. به یک روزام او از بلا دور بودن نمیتونه. بلا او را پیدا میکنه. او خود کدام گناهی نداره. همه قسم است. اگر نی بلا خوبی کار نمانده. نظر به ای که تو کوشش داری علی را با ما بشناسانی، پس تو معلوم میشه که بسیار با هم نزدیک هستین. تو چی علی میشی؟ ها؟ من فقط دوستش هستم. فقط دوستش؟ دوسته که کمه بیشتر دربارش میفهمم. علی جان؟ علی جان؟ علی جان، مادر علی جان نیست. اگر ما برآمد باز میدیدیمش دخترم. نیست مادر، چی بفهمم هیچ جایی نیست. علی جان؟
بچم خدا را شکر که کم موقع موبایلم چارج داشت که به تو زنگ بزنم. اما یک چیز هست میفهمی، استاد علی بسیار خوب حمله کرده ها. اگه نه هار پتلوی لعنتی وقت کار ما را خلاص کرده بود. اگه ما را تنها گیر میکرد. او آدم رسما را یک اردو آمده بود. بیبی بیادر اگه تو پشتی کار عشق و محبت نمیگرفتی باز وقت ما در کنارت میبودم، اما تو نیست. آه ودت. بچه میگم کاش که تو هم یک بار عاشق شوی تا بفهمی که من چی حالت دارم، اما درک نمیکنی. بیادره تو زخمی شدی؟ چیز مهمی نیست، کمی خراشیدگی است، گذشت دیگه. الله دویگویم؟ پیلوت چند دفعه برات زنگ زدم، چرا موبایلت خاموش است؟ من در رستوران هستم، در سردخانه بودم، از او خاطر در اونجا موبایل آنتن نمیتنی، از او خاطر خاموش نشان داده. همه قدر وقت انشالله که ریزش کده مریض نشی. نه مرا چیزی نمیشه، تشویش نکن. اگه مرا چیزی شد نه باز دوای من خوب پیش توست. تو چرا برام زنگ زدی؟ چی گپ هست؟ پدرم پیش تو میامد، ازم خواست که برات زنگ بزنم خبر بدم. پدرت در رستوران ما میه؟ بله. چرا؟ نه که تو سر کار نرفتی؟ البته در اونجا هستم، در رستوران هستم. اونا چی وقت میان؟ نمیفهمم، شاید چند دقیقه بعد برسه. من در رستوران هستم، بفرمایید. خب درست است. خنک خورده مریض نشی، متوجه خود باش. درست است. پس منتظرشان هستم دیگه. خداحافظ. حالا ودت بچم تیز برو، به آب خود شدیم به خدا. چی شده بیادر؟ کدام گپ شده؟ با فعلا خود کدام گپ نیست، اگه نرسیم باز میشه ودت. حالا زود باشه، کم تیز برو. گفتم تیز برو، چی لخ طرف مسائل داری؟ میفهمم خنک خورده ریزش میکنه، سر کارم نمیره. مادر با ما کم کار پیدا شد، تو متوجه دواخانه می باشینی؟ باز کجا میری دویگو جان؟ ها؟ خب دیگه تا وقتی که من میایم متوجه باش. خداحافظ. ایره بند میکدی باز من او تویش میکدم. لیس اینجا نبود. خدایا این بچه کجا رفته باشه؟ دخترم پرنده خون نیست که پرواز کرده باشه، پیداش میکنیم. تو جگرخون نباش. مادر چطور جگرخون نباشه؟ آی علی جان، علی جان، علی جان، از تلفن استفاده کردم میتونم؟ البته، چرا نه؟ مشنوم علی. با من گفته بودی که موضوع تاشکافا را حل میکنی، اما من فعلا از جایی که او مرا شکنجه میکرد زنده برآمدم. علی او آدم بسیار خطرناک است، بسیار زیاد وقت میشه که از این کارا دور بوده. من چیز را نمیفهمم آقا کرد. اگر 10 طبقه زیر زمینم برم پیداش میکنی و تا وقتی که آدمه پیدا نکدی امنیت خانواده ما در خطر میباشه. اگر او کثافت به بچیم کدام ضرر برسانه باز حسابی کار از تو پرسان میکنم. رئیس علی تشویش نکن، هرچی که لازم باشه خودم میکنم. او روزی که کاکایت مرد ویدیوی کمره های امنیتی را امروز تانستم از او طلبه دست بیارم. فکر کردم که شاید برات بسیار مهم باشه. ایگار ای چی است؟
دختره که قهوه را آورده بود. دکتر گفته بود امکان داره زهری را خورده باشه که حمله قلبیش تهدید کرده باشه. اگه همون قسم باشه او زهره او دختر داده میتونه. باید او دختر را پیدا کنیم صاحب. اما او را پیدا کردیم ایگار. فعلا پیش ماست. علی جان، علی جان، علی جان، علی جان. مامام رایت میم بیادر. شش. ضرور نیست بچه، محلش میکنم. پیلوت تاشکاف آگه درباره وضعیت خبر شده باشه. کار ما سخت میشه بیادر، بفهم دیگه. بچه فوراً یک چیزی نگو. او آدم هنوز خود سر ما شکم نکده. واضح است. مالارا به غیر از تو دیگه که نجات داده میتونه. بیا از اون مثل بیادرها شدیم. بچه من یک دانه بیادر دارم. او رام به تمام دنیا تبدیل نمی کنم. تو جانم هستی بچه. بچه مگه به استاد علی خوبی هم کده باشم به خاطر انسانیت هست. او هم به من زیاد خوبی کده. اولش همین پدر دویگو را به جز دیگه کس خانه ساخته نمیتونست نه؟ حالا دیگه میفهمم پیلوت. ناخو نگفتن به خاطر خوبی کردن است که انسان بدی میبینه. با تاشکافات فعلا حتما خبر رسیده باشه بیادر. حتما. ها ماشاءالله وداد. تو هم چقدر مثبت اندیش هستی. از برکت تو امیدم به زندگی دیگه هم بیشتر شد. بسیار زیاد تشکر. حالا دیگه تو در قصه گپا نشو. به هنگر برو. تو چی میکنی؟ پیلوت با این خطر که در گردن گرفتی میارزه بیادر. میارزه. به خاطر دویگو هر کاری میکنم. حالا دیگه خداحافظ. رئیس فهمیدیم که علی چه قسم فرار کرد. گپ بزن. آخرین بار پیلوت پیشش رفت. او رفته برش کمک کرده. گفتی پیلوت. پیلوت. آقا علیحان تا هنوز نامده. بچه بسیار جالب است. من او را چی باید صدا کنم؟ من چون برش پدر بگویم؟ بالاخره او پدر دویگو است؟ نه بچه یک قدرش دیگه زیاده روی میشه. بر صورت آقا علیحان بهتر است. پیلوت تو کجا بودی ها؟ یک کمی کار داشتم. خیرت باشه نیکو خونه است. ها نه چیز مهمه نیست. بله بیادر. دویگو پدر؟ تو در اینجا به خاطر چی آمدی؟ پدر پیلوت کم خوب نبود. ما هم برش دوا آوردیم. ما رفته کورتی ما تبدیل میکنم. زود میام. فهمیدم بیادر. بچه می کورتی که در جانت هست نه سایزش چی اندازه؟ 48 است بیادر. آفرین بکش که ما بپوشم.
پیلوت. خیرت باشه. ای قسم کجا میری؟ از ما کار خواستی و ما هم برات کار دادیم. تو خسته چی کردی ها؟ رفته و بیادرم خیانت کردی پیلوت. چیزی به نام خیانت نیست نجمی، چیزی به نام خیانت کردن نیست. این گپ طرفته باز بیادرم بگو. من منتظر بودن نمیتونم نجمی، یک کار بسیار عاجل دارم. باید منتظر باشی. آقا پیلوت در اینجاست؟ آقا علیحان شما؟ خوش آمدین خوش آمدین خوش آمدین خوش آمدین، صفا آوردین. زنده باشی. در این طرف ها یک کار داشتم، گفتم یک قهوه با هم بخوریم. خوب کردین خوب کردین. دیگه ها ما ممیال میخواستم برایم. میخواستی برایی؟ کجا میری؟ به چیز قلعه میرفتم. به اینجا کسی که مال میآورد نه، او آدم دوز برآمد. در اینجا فریبکاری میکرد. باز ما یک آدم بهتر پیدا کردیم، از او خاطر خواستم امروز از او گپ بزنم و شرایط برش بگویم. حال او آدم منتظرم است، من باید برم. بسیار بد میشه اگر نرم. با هم یک جای برایم. چطور؟ آفرین به تو. اینجا تو روزی تا به دست میاری، باید از اینجا محافظت کنی بچه. آفرین. البته آقا، البته در نتیجه او به ما یک نعمت است، همونطور نیست؟ اگه میخواین بریم یک جای. البته. گفتی در سردخانه مواد بودی، خوب هستی؟ ها نه هیچ گپی نیست، من خوب هستم، هیچ کدام گپی نیست. تو بازم یک دانه از این دوا بخور که مریض نشی. یار بی وفا بمیره بمیره. بیا که بریم. حالا برای تو قسم معلوم میشی که کدام چیزی شده باشه. نه جانم، هیچی گپ است دیگه. چی شده؟ چی بفهمم؟ یک قسم وار خطا معلوم میشی. در موبایلم عجیب گپ زدی. بازم از من کدام چیزی را پت میکنی؟ نه دیگه من از تو چرا چیزی را پت کنم؟ بیبی قلب من مشکنانی با گپ هاید. درست است. حالا بریم. او آدم زیاد منتظر خود من. دویگو، ما یک کم کار دارم دخترم. اگه میخوایی موتر بانم برد. نه پدر جان، پیلوت مرا میرسانه. البته من میرسانمش محترم. خوب است، بسیار خوب. فقط یادت نره که از ما یک قهوه قصد هستی. بار دیگه که آمدم میخوریم. نه هیچی گپ است دیگه آقا. هر وقت بخواین قدمایتان سر چشمای ما. به خداوند مسپارمتان. علی جان، تو در اینجا چی میکنی؟ تو چی را میپالی؟ هر چیزی را که تو میپالی ما مامورا میپالم. من خود چیزی را نمیپالم کاکا علی، نرسا مرا میپالن. به خاطر چی؟ خوشو من سپر کاملت شدم، سپر شدم. سرت پایین کو. تو مریض استی کاکا علی؟ به او صورت تو رم پیچکاری میکنن. بله، ما کم از پیچکاری میترسم. پس از اینجا فرار کنیم؟ اما اگه فرار کنیم باز مریضی از پشت ما میایه. از پشت ما میایه؟ میایه. تو اگه از ترس فرار کنی باز ترس بزرگتر میشه. تو باید از پشت ترس بری.
از پشت ترس رفتی کاکا علی؟ رفتم. وقتی از پشت ترس رفتم، ترس خرد شد و خرد شد و خرد شد از بین رفت. با ما یاد میتی کاکا علی؟ البته که یاد میتم. بعد از این همیشه پیشت میباشم. حالا دیگه بتی دستته. همیشه پیشم میباشی؟ همیشه. وعده میدی؟ وعده میتم. علی جان، علی جان، من بالا رم دیدم اما در اونجام نبود. پیچکاری زیاد درد میکنه؟ کمه. اما وقت مرا پیچکاری کنن تو باشی و دست ما بگیری باز هیچ درد نمیکنه. دست ما میگیری؟ میگیرم، اما تو هم باید دست مرا بگیری، درست است؟ درست است. تفاهم کردیم. وقتی دست مرا بگیری باز پیچکاری درد نمیکنه؟ نه درد نمیکنه. اما اگه کمی هم درد کرد باز تو دست من محکم گرفته کمه فشار بده. ما هم سر نرس قار میشم باز وقت پیچکاری درد نمیکنه. حالا دیگه با اتاق ما بریم. علی زیاد ترسیدم. صدای اسلحه را که شنیدم فکر کردم تو را چیزی شد. علی شکر که هستی. هزار بار شکر. تو ناق به تشویش شدی. کاکا علی دوست دخترت است؟ نه علی جان، خانم سیفدا فقط دوستم است. علی جان، علی جان، تو کجا بودی بچه؟ مرا زیاد ترساندی. علی جان پیش از پیچکاری خواست که کمه چشم پتکان بازی کنه. ما هم پتکان بازی کردیم. حالا با اتاق ما میریم. علی تو کجا بودی؟ نه آمدم دیگه. کاکا علی از پیچکاری میترسم، اما ما برش وعده دادیم به خاطری که دستش درد نکنم. ما هم دستی را محکم میگیرم که آگار نشه. خوب است بچه قندم. بیاز و دکترم میخواه که ایره ببینه. حالا بریم دیگه، بریم. راسته شما هم تمام روز اینجا زیاد خسته شدین. اول خو علی، بعدش علی جان. نظر به ای که هر دویشان خوب هستن، حالا دیگه شما به خانیتان رفته میتونین. راستش بیازو ما میخواستم دیگه برم خانه مسلم. بیبی سفدا طرفی و خانواده خوب سی بیبی، مادر، پدر و طفل. دی خانواده برای تو هیچ جایی نیست. ایره بفهم سفدا که برای تو دی خانواده هیچ جایی نیست.
دوستان عزیز و مهاجران دور از وطن، برادر عزیز، خیلی گفتیم برای شما در اینستاگرام یک اینترنت مگزین نو با نام فست شاپ روک شدیم که در اون سایت شما میتوانید بهترین سر و لباس‌های ترکی رو هم زنانه هم مردانه رو با صفت عالی دسترس نمایید. برای زکات کردن سر و لباس و پویزولا شما میتونید با سیلگی که در کامنتری هست در این یا که در اینستاگرام در پایین نویسید فست شاپ مینوس پایین رو در اومده تمام لباس‌های خودتان رو انتخاب کنید. در صفحه با تمام شهرهای روسیه به پول از خانه زکات کرده شما میتونید صاحب لباس‌های خودتان شوید. شما از ما چی میخواین؟ مرا ایلا کنین. فقط یک جواب بده. تو با کاکایم چرا زار دادی؟ کاکایی چی؟ زار دادن چی؟ شما چی بگین ها؟ ایره میگم که 5 دقیقه پیش از اینکه کاکای مسموم شده و از بین بره تو در وقت برش قهوه برده بودی. خب دیگه چی گپ است؟ در او هتل من گرسون هستم. اگر من نمی بودم باز کدام دوست دیگه برش قهوه می برد. فقط کلش یک تصادف است. یک روز بعد از مرگ کاکای ایلا کردن کارتان یک تصادف است چطور؟ زود چو بگو ای کار کی سرت کرده احمق؟ بیبی خوب طرف دخترت بیبی. اگه برم نگویی که به امری کی با کاکایم زار داده بودی باز دیگه دخترت دیده نمیتونی. اگه با یک تارموی دخترمام ضرر برسانین کلتان نابود میکنم. از این دنیا نابودتان میکنم. ای وابسته به خودت است. اگه حال گپ بزنی باز دخترت هیچ چیزی هم نمیشه. در غیر او صورت ای گناهی تو است میفهمی دیگه. فهمیدن بعضی چیزها به معنای ای است که مرگ خود امضا میکنی. از ای که درباره ما فکر کنین زیادتر درباره دخترتان فکر کنین دیلان. حال دیگه برم جواب بده. کی برات گفته بود که زار بته؟ آقا کورت. گفتی آقا کورت؟ خب به خاطر چی؟ بگو به خاطر چی؟ نمیفهمم و نمیخواییم که بفهمم. راه سنگین ترین بار است. من ای بار انتقال نمیتم. فقط چیزی را که به من میگن امو کار میکنم. عزلم نه که علی جان در شفاخانه بستر نمیکنن. نه، دکترها گفتن که از اردوی ما باید خون بگیرن. به خاطر پیوند استخوان آمادگی گرفتن. در ضمن دکترها گفتن که علی جان میتونه در خانه منتظر باشه. من خود نفهمیدم. نه که استخوان ما با هم مطابقت نداشت. اما تو گفتن یعنی سیفدام در پشت تلفن می قسم برم گفت. مطابقت داشت استخوان با مطابقت داشتن خون فرق میکنه. پیوند استخوان را که از تو گرفتن و به علی جان وصل کردن بعد از یک مدت معلوم شد که با هم مطابقت ندارن. در او صورت چی وقت عملیاتش میکنن عزلم؟ عزلم چی شده؟ مشکلش چی است؟ میشه بگویی؟ امکان داره این عملیات موفقانه سپری نشه. ای دیگه چی مانا میده؟ امکان داره بچی ما بمره. نهوش کنی.
گوش کنی قسم چیز نگوی وزلم. ما یک برکت دکتر گپ میذارم. یک چاره باید داشته باشه. داره. یک چاره داره علی. چارهش چیه وزلم؟ حالا بگو دیگه. اگه صاحب یک خواهر یا بیادر شوه به احتمال زیاد خون و استخوان خواهر و بیادرش با این مطابقت میکنه. مادر بریم دیگه، ما زیاد خسته شدیم. بریم جانم بیا. سفدا؟ تو کجا بودی دختره؟ سفدا؟ در شفاخانه بودم. شفاخانه چی؟ علی یک بچه دگام داره مادر. و زیاد مریضم است. من پیش او بودم. یک بچه دگام داره؟ بله. متاسفانه زن سابقش بچهش ازش بود کرده بود. پدرم وقت بچه علی را کشته بود. او زن بدون ای که بگویه حامل است علی را ترک کرده رفته بود. مادر بچه علی زیاد مریض است. فقطی که بچه خود مریض باشه قلبم درد میکنه، جگر خون است. جان مادر، من علی را زیاد دوست دارم. بدون او زندگی کردنم میتونم. پس تو چرا همراه اویگار عروسی کردی ها؟ به خاطره که پدرم نموره. چی؟ تو چی گفتی؟ دقیقش نشین. دقیقش نشین، تیر شد مادر. سفدا یعنی چی به خاطر که پدرم نموره؟ بگو. اویگار میفهمم مادر. چی را؟ ازی که پدرم بچه علی را کشته میفهمم. اگه همراهش عروسی نمیکدم، گفت اگه کتش عروسی نکنم به علی کل چیزه میگه. مرا با علی تهدید کرد مادر. جان مادر، تو به خاطر پدرت جدا شدی که او را دوست داشتی همونطور از دخترم. مادر، من اون روز کالای عروسینه کفن ما پوشیده بودم فقط به خاطر که به پدرم ضرر نرسه. دختر مقبولم، چرا این قسم کردی؟ قلبم زیاد درد میکنه. آی دختر مهربانه، قلبم زیاد درد میکنه. جانم، پدر کوکسال، سفدا صبر کن. بانش، من امرش گپ میزنم. جان مادر درست است. مکتش گپ میزنم.
آی جانم. شما آماده هستین؟ بله آماده هستیم خانم پرستار، اما من زیاد میترسم. از او خاطر علی جان باید دستم محکم بگیره. اجازه است؟ البته. هر قدر کوشش کنی جدا بسازیشان، دور بسازیشان، بازم پدرش هست دیگه. خداوند هیچ پدر از سر اولادش کم نکنه. خسته نباشی. زنده باشی. روز بخیر. امشب پلانی خواست که بریم نان خوردن نه؟ بله البته. تو رو به یک رستوران بسیار مقبول میبرم. پس ای شد من میرم. شب ساعت 8 بجه باز میبینیم. پیلوت؟ ها میگی کدام گپ نیست، اما معلوم میشه از ما چیزی را پت میکنی. من یک قسم نمیمرم دویگو. تو طرف مسایی فایر کو. چطور؟ نفهمیدم. یعنی میگم که تو چی وقت سر من اعتماد خواد کردی ها؟ حتی پدرت از تو که سر من زیادتر باور داره، اما تو ایره دروغ میگی پیلوت، میگی چی پلان داری پیلوت، همین تو گپا. نه تو اشتباه در کردی. چی بفهمم وقت توی قسم به عجله رفتی باز مام گفتم نه به رستوران میرم، از او خاطر عجله دارم، اما تو اگه در حرکتم پشت گپ بگردی سایس بس است. توی چهره مقبولت غمگین نگی. بر صورت پس شب باز میبینیم. سایس خداحافظ. بچه قندن؟ تو خود گفتی درد نمیکنه، چرا برام دروغ گفتی؟ سعیز دیگه کم درد خود میکنه، بیازو زود خوب میشه. همراه تو قار هستم. حالا خوب میشه، نواسش شعر ما خوب میشه. حالا که خونی شب ما نگرفتن بهتر است که خانه بریم. عزلم وقتی که از اینجا برآمدیم ازت میخوایم که به خانه ما بیاین. گفتی به خانه تو؟ ای گپ دیگه از کجا شد؟ رئیس در پیشوری شفاخانه نفرای ما هستند، پیشوری خانه علیام نفرای ما هستند، اما کتیش یک خانواده است. زن سابقشان در شفاخانه است. رئیس خدا داد. پیلوت بیادر خیریت باشه. که تیزگی چی کردی؟ روشا به دردت خورد یا نه؟ روشا به دردم خورد، بسیار زیاد به دردم خورد. این دیگه چه قسمش هست بچیم؟ ما و ایزگی اول دوست می باشیم، بعدن شریک زندگی. اما ایزگی نمیخواه که امرای ما عروسی کنه. بچیم کم آهسته پیش برو. کل چیز از خود وقت داره. اول کتش یک چند وقت تیر میکنی تا او دختر تو را خوب صحیح بشناسه، بعد از او میبینی که او بدون تو زندگی نمیتونه. چه قسم وقت ما تیر کنم؟ چه قسم تیر کنم؟ بچیم یگان جای دعوتش کو. مثلا امشب ما دویگو خواهرت بنان خوردن میبرم. بنان شو میبری؟ کجا میبریش؟ آیمو در پشت پل یک رستوران مقبول کس نه؟ اونجا خب
چرا پرسان میکنی ها؟ بچیم بیبی من میخوایم امروز انگت یک چند دقیقه تنها باشم فهمیدی؟ اوش کنی مزاحمت نکنی. پیلوت بیادر تو چرا سرت همیشه اقسم میکنی؟ نیک گردن درد میکنه. چی؟ بچه دیگه یک قسم سوالای بیمانا را از من پرسان نکن. خب اگر نه او دختر باز از دست خود دادی. خدا حافظت. نه علی ما خانه خود ما میریم. ببین وقتی که میگم باید پیش ما باشین حتما کدوم چیزم میفهمم. میفهمی؟ تو بازم از ما کدوم چیزا پت میکنی؟ چیزی را که دختر گفت راست است نی؟ صدای فیر و یگان چیزای دیگه. باز تو ده کدام جنجال هستی نی؟ ما در باغچه منتظر می باشیم. سعیس مادر جان شما پایین شوین ما میاییم. علی جان تو هنوز کت مشتی نکدی؟ نه آشتی نکده. الا بیا که بریم بچیم. الا دیگه زود شو. عزلم ببین ضرور است که باید پیش ما باشین. به خاطر که ازتان محافظت کردم بتانم باید پیش ما باشین. امرای تو که باشیم ده امن می باشیم علی؟ با هندگه بلیاز خدا. یعنی برو گذشته را یک طرف باند می وقت آخر سرخانه تمله نکدن علی؟ ده اونجا از علی جان حفاظت که خود عزلم کل آمادگی ها گرفته شده. محافظا رفت و آمد به داخل منطقه. کلش زیر کنترل است. ببین اجازه ایره نمیتونم که شما را چیز شوه. پیش ازی که سلیمان با مراد دقیقا همی گپ گفته بودی. وداد تاشکافا خبر شده که به استاد علی کمک کردیم. طبعا خبر میشه. ناخو نگفتن هر دیوارا موش از خود گوش داره. سعیس بچم گپ دراز نکو. باید تدابیر لازم بگیریم. سعیس خیر ببینی. پیلوت سلام. من پیش تو می آمدم. یعنی به رستوران. های نه ما امروز سر کار نمیرم. راستش درباره موضوع کار من فکر کردی؟ نه دیگه هنوز وقت پیدا نکردیم. ما از دست کارهای زیاد است. باز یک روز دیگه گپ میزنیم. سعیس میشه. البته اگه بیکار هستی ما سبا بیایم. نه سبا نمیشه. دیگه سباش بیایم. دیگه سبام نمیشه. اگه به خاطر که از دویگو میشرمی نمیخوای برم کار بیتی واضح برم بگو پیلوت. نیاز به فریب دادن نیست. ما کسی را فریب نمیتونم فهمیدی؟ اگه ضرورت نمیداشتم باز نمیگفتم. سعیس من میبینم. کوشش میکنم اما امیال کار دارم. مزاحمت نکن. پیلوت میفهمی از مادرم مواظبت میکنم. عادیست که دویگو مرا درک نمیکنه چون که پول دارست. فکر کردم تو درکم میکنی. او تو نیست که من تو را درک نکنم. توکچه ما از وظیفه اخراج شدیم. چی؟ از وظیفه اخراج شدی؟ چرا؟ حالا دیگه چرای شبان هنوز دویگو از گپ خبر نداره. در بین خود ما باشه. سعیس تو تشویش نکن. ایراز پیشم میمانه. خیر ببینی ما بازم کوشش میکنیم یگان کار برات پیدا کنم. خب زنده باشی پیل. میرم با من خدا. ما باید بفهمیم که مشکل آقا کرد چی است. صارب
ای چه قسم یک راز است. پیش از ای که علی با فاما اونا کاکای ما کاشتن. با احتمال زیاد باید به علی مهم باشه. اویگار! کوکسال نک دیوانه شدی، چی میکنی؟ با تو اخطار داده بودم اویگار. برات گفته بودم که به خاطر خانواده ما هر کار کده میتونم. هم خودت هم خانوادت با جز از خوبی دیگه از ما چی دیدین؟ گناه ما چی است؟ میفهمم که دختر ما با چی تهدید کرده امرایش عروسی کردی. از کل چیز خبر دارم. با جز از که سیف داره زیاد دوست دارم دیگه هیچ گناهی ندارم کوکسال. از خاطر تو دخترم ازم نفرت داره اویگار. مطمئن هستی؟ اگه میخوایی خدا فریب نتی، تنها دلیلی که سیفدا از تو نفرت داره فقط و فقط خودت هستی کوکسال. ایره خودتان بسیار خوب میفهمی. تو را میکشم. ما واقعا معذرت میخوایم دخترم. در مقابل چشمای واقعیت دیده نتونستم. نمیدیدین یا که نمیخواستین ببینین مادر؟ هوش کنی کوکسال، کدام دیوانگی نکنی. تو میخوایی که مرا بکشی اما ترس؟ من کل قرضای تو را خلاص کردم، تو را از تمام بدبختی ها نجات دادم، دروازه خانه خود برای دواز ماندم. اما نگو که در مقابل کلینا تو اقدر نمک حرام هستی کوکسال. من هیچ فکرشم نکرده بودم. چشم پوشی کده نمیتونم که دخترم در سختی زندگی کنه. میموری و دخترم آزاد میشه اویگار. تو به خدایا کوکسال، تو چی میکنی؟ پدرسم میکنین چی میکنین؟ کوکسال نرو بشنو. اعلام کن. من پدرم دست نزن. ایلاش کن آدم پس ایلاش کن. بس است ایلاش کن. حال خوب گپای ما به دقت گوش که آقا کوکسال. کل اتفاقات فراموش میکنم، تو هم فراموش میکنی. هرچی را که تو میفهمی فراموش میکنی. با ما یک خسر خوب و مناسب میشی. خانم خیریه، متوجه شوهرتان باشین. کوکسال سیفدا، از ای که با پدرت گفتی کاملا اشتباه کردی. کوکسال بفرمایین. روز خوش. دویگو جان. بله، با گرفتن دوا اومدی؟ نه که دوای ضد ملگی میخوایی؟ نه، من به خاطر پیلوت جگرخون شدم. از اینجا تیر میشدم گفتم یک بار تو را ببینم، شاید به کمک ضرورت داشته باشی. نفهمیدم. از خاطر چی جگرخون شدی؟ از وظیفه اخراج شدنی. از وظیفه اخراج شدن؟ گپ ناق نزن، تو یک چیز نیست. آی خدای من، به نظرم نباید میگفتم. واقعا معذرت میخوایم. فکر میکنم از تو پد کده. من دیگه میرم.
یعنی ای راست میگه؟ پیلوت در خانه زنبور سنگ زدم. حال تو هم پیش من خود آمدی پیلوت. عزلم، تو چرا مرا درک نمی کنی؟ آید اصل تو مرا درک نمی کنی علی. وقت پشتت میگشتم درباره قدر گپای خوب شنیدم، فکر کردم تغییر کردی. گفتم شاید به خود یک زندگی آرام و بی خطر ساخته باشی، اما نه دیگه، برعکس از او است. در زندگی تو خو هیچ چیز تغییر نکرده. افسوس به ای که انسان گذشته خود تغییر داده نمیتونه عزلم. او آدمایی که در پشت ماستن، از گذشتیم تا حال هستن. به خاطر همین گذشته تو یک بچه ما از بین رفت. نمیخوایم دیگه شما از بین بره علی. ما خانه خودمون میریم. عزلم یک بار بشنو. نه علی، گوشای تواز کو و گپای ما به دقت بشنو. علی ببین، تو ده هر بلایی که افتیدی، بچه ما از او بلا دور نگاه کن. ببین، هیچ کس نمیتونه به بچه‌م ضرر برسونه، حتی نمیتونه یک طور مویش از سرش کم کنه. مادر؟ بچه‌م چطور هستی؟ بچه شیرم. عزلم، دخترم تاکسی بگی که خانه بریم، ما خسته شدیم. بریم. عزلم. علی شلگی نکن، ما خانه خودمون میریم. سیس ببین، شلگی نمی کنم، اما اجازه بدی که تا خانه شما را برسانم لطفا. سیس بریم در موتر بالا شویم. بیادر، خانواده الیاس شفاخانه بر آمدن. تعقیبشان کنین، بچه‌ش گرفته پیش ما بیارین. به اون مرگ آسان نمیتون، باید هر روز بمره. درست است بیادر. پیش از داخل شدن چرا تک تک نمی کنی؟ با اتاق زن نکاح شده خود داخل شده. چی میخوایی؟ میخوایی برام چی بگویی؟ ها؟ این دفعه با چی میخوایی تهدیدم کنی؟ سفدا، خیرت هست؟ تهدید مهدید؟ کدام تا مشنوه؟ حالت پدرت خود دیدی نه؟ آدم بیچاره عقلش از دست داده. حالا که فهمی چی تغییر کرد ها سفدا؟ کدام چیزی به دستت آمد؟ خب اگه علی با فهمه باز چی؟ ای که چی خواهد شد فکر کردی یا نه؟ دیگه هیچ چیز به فکر کردن نمونده. راست میگی ها؟ علی حال دیگه یک خانواده داره. تنها هدفش اونا هستن. اما فراموش نکن، ما هم یک خانواده دارم. تو زن مستی و عضو خانواده مستی. من عضو خانواده‌ات نیستم. هیچ وقت هم نخواد شدم، حتی دخوت. میفهمی به خاطر چی؟ علی حتی اگه از من منصرف شوه، حتی اگه به خاطر او یک ذره امیدم نداشته باشم، من از عشقی که نسبت به علی دارم منصرف نمیشم. هیچ وقت منصرف نخواد شدم.
منصرف میشی سیفتا و آن بسیار زود منصرف میشی. اگه سینان درباره مریضیم بفهمه نمیفهمم که مثل قبلا دوست می داشته باشه یا نه. مگم نگفتیم گفتنی کلمه ممنوس؟ از اینکه اجازه نمیده سینان مرا دوست داشته باشه و من یک قسم خودخواهی مانو میشه. با چی فکر میکنی؟ هیچ. گوش کن جانم، ما با عشق ما کل موانع را از بین میبریم. کسی نیست که در رابطه ما مداخله کنه و کسی نیست که مانع دیدن ما شود جانم. بله حق به جانب هستی. در اون صورت چرا خوش نیستی؟ از وقت کم دگر دیدیم در چهره مقبولت یک بار هم خنده نامده. کدام چیز جگرت خون کده؟ نه این گپ از کجا شده که جانم؟ زینب، من حالت تو را خوب صحیح میشناسم. از حالتت، از رفتارت، از گپ زدنت، ای که چی اسم میکنی میتونم درک کنم. یعنی ای که دوست داشتن همی قسم یک چیز هست. مرا واقعا دوست داری؟ خیلی تو چی فکر میکنی؟ سوال ما با سوال جواب ندی. بله من تو را به حد دوست دارم. خصوصا وقت خنده میکنی باز من تو را بیشتر دوست میداشته باشم. پس همیشه در کنارم میباشی؟ اگر میخوایی که برای دوست داشتنم ثابت شوه باز میرم در ورق برات امضا میکنم. کل زندگی را میخوایم با تو باشم، هر لحظه. اما تو چطور؟ ما چی؟ تو چطور؟ تو اما میره میخوایی که کتم باشی؟ تا جایی که بتانم کتیت میباشم. یعنی چی که تا جایی بتانم کتت میباشم؟ یعنی تا لحظه مرگ. کاکا خدا داد توپ پرتو. رونالدو وری شوت میکنم. حالا دیگه شوت کن. چی کردم؟ خدا داد این شیشه را کی شکستانده؟ دوره دیدی؟ دیدم خاله مقبولم. کی کده؟ کجا فرار کده؟ فرار نکده. گفتی فرار نکده؟ ایزگی؟ کی شیشه را شکستانده؟ خدا داد تو را میگم. من شکستاندم، باز براتان نبشه میارم.
الله خدا جان تو تشد. ازگی الله. در ذهنت یک عدد انتخاب کو. چی؟ خواهر یکی است. ای خدا داد است. یک دوستم از چند دقیقه بعد میره. بله من دوستش هستم. تو هم خواهرش هستی اما تو نیست. نامکت چی است؟ ملکه. مشرف شدم. ما هم خدا داد هستم. تو هم در ذهنت یک عدد انتخاب کن. نه خدا داد حالا نمیشه. بیبی هنوز باید به قطعه فروشی بریم کار خانگی داره. ما یک عدد انتخاب کردم. سایس. حالا عدد را که انتخاب کردی ضرب 15 کو. تقسیم 3 باز ضرب 2 باز جمع 6 کو تقسیم 10 کو. حالا عدد در ذهنت نگاه کو. جوابش چند شد برام بگو. گفتم میتونی؟ حالا دیگه جوابش بگو. نمیتونم زیاد سخت است. ما هم نمیتونم زیاد سخت است. اما هرچی میکنی جوابش بده دیگه. به من همه قسم گفتن. جوابش یک است. خنده دار است نه؟ جوابش یک. خدا داد میبینی که امروز بسیار خوش هستی. امشب یک شکم نان بخوره. چی؟ ای گپ دیگه از کجا شد؟ پیلوت بیا در گفت. اقا پیلوتی گپ گفته؟ بله پیلوت بیا در گفت. در صورت میشه. سایز پس امشب میریم. حالا بیا که بریم. گفت میشه. مرا دوست داره. مرا دوست داره. مرا دوست داره. دوست داره. دوست داره کاکا. چه دقیقه نبوده نفر بوده یا ربی الله. بفرمایین. کی را کار داشتین؟ ما پیلوت کار داشتم. پیلوت چی کار داشتی؟ هیچ. ما دوستش هستم. چرا؟ پیلوت نیست و دیگه هیچ وقت هم نمیآید. خب ایره میفهمین که حالا کجاست؟ او را از خودش پرسان کو. کی میفهمه که در کجا پد شده. بیا از او کارا میلا کده. فهمیدم. تشکر. بیادر این آدم قبلا هم اینجا آمده بود. فکر کنم دوست دختر پیلوت هست. به خاطر که سرت اعتماد ندارم برام دروغ میگی. ببینیم باز چی با نخواد کردی آقا پیلوت. بفرما بیادر. بازاپو بگو که خانمه را تعقیب کنه. درست است بیادر. یک خدافزم نمیگی علی جان؟ زیاد قار است. امیدوار هستم پیش از پیوند دادن استخوان نواسیم در کدام جنجال نندازی. خانم نیلوفر با مو اندازه که شما در فکر نواسیتان هستین ما با مو اندازه در فکر بچه‌ام هستم. تشویش نکنین. چی کنیم بیادر؟ همه که علی دور شد رفت تا بچهش اختطاف میکنه. متوجه باش لطفاً.
خدایا ما مردیم و در جنت آمدیم. چطور؟ فکر نکنم روی جنت ببینی آقا پیلوت. های من چی گفتم که توی تو میگی؟ آدم از همون تعریف کردن پشیمان میکنی. شما دخترها کلتان هم قسم هستین. بیا بیشی اینجا بیا. بگو. او دخترک ما را پیش پیلوت برد. علیز علی هم خانوادش رساند و رفت. امشب کار هر دویشان خلاص میشه. بچه قنده بگی شیر بخو. آی مادر جان تو هم خسته شدی، برات یه قهوه مزه‌دار آماده کنم؟ قهوه ساده باشه دخترم. سعیس آی نیکه باز علی است. مچمیش چی میخواه؟ شما کی هستین؟ خاله جان دور شو، کار ما را سخت نساز. شما با کدامک در خانه ما داخل میشیم؟ چی شده ها؟ چیگه پسای شما کی هستین؟ اینجا کاروان سرای نیست. بیا که کده تو هم معرفی شوه. اعلام کن زود باشین ببرین. حالا اگه نمیخوای از بچه جدا کنی تو هم امرایت برو. تو چرقه گرفته هست چشماهای من؟ چیزی نیست. بگو کی تو را قسم ناراحت ساخته؟ امروز چی میکنی؟ دلش از زندگی بد میکنم بی عقله. اگه عقل میداشت بیازو مرا جگر خون نمیساخت. ها یعنی او کدام کسی است؟ من میشناسم. بگو برم کی است؟ چیزی نیست پیلوت. آرام باش. نیکی نان خوشت نامد؟ از نان خوشت نامد دیگه خواهر؟ از قواره خو زیاد خوبش است. خدا داد. تو دیگه از کجا شدی؟ ایزگیره گرفته آمدم دیگه. تو گفته بودی نی؟ اما این بار آخر است. ما نان خدا در خانه دیگه میخوریم. اما تو نیست عشقم؟ نه عشق چی خدا داد؟ خدا داد. بچم بیا اینجا. بچه آهسته قدم بان آهسته. درست است. خدا داد. بچه من همه قسم برات گفتم. بچم تو بازم مر غلط درک کردی. ای قسم آهسته نه. وقتی میخوای قلب دختر به دست بیاری آهسته حرکت کن. منظور من تو یک چیز بود. صحیح درست است. راه برو بچه. نوش جان شما. آره دیگه خدا داد. ای خدا داد. ده عشق قسم شدی یا که از اولم قسم بودی؟ به هر صورت بسیار بچه دختر بیچاره به خاطر تو اومده بود. حالا ای دیگه چی منامتا؟ یعنی چی که به خاطر ما آمده بود؟ نیکه ندیدی چه قسم طرفت سیل میکرد؟ به خاطر نفهمیدن ایگه باید احمق باشی. چشمای من خب غیر تو دیگه کسی را نمیبینه. چشمابی من، چشماهوی من. هر کسی که سیل میکنه سیل کنه. من هر طرفی که سیل میکنم فقط تو را میبینم.
بلنگو را بزن. رئیس گرفتیمشان، میاییم. خوبش. اگه این دختر چند دقیقه دیگه من قسم طرف سیل کنه. آرام باش، چشم آبی ما. بان که سیل کنه چی دقیقه سیش موندی؟ اگه تو طرفش سیل نکنی باز نمیکنه. بیبی ما به جز تو دیگه کسی را سیل نمیکنم. ببخشین، ظرفای خالی را گرفتم میتونم؟ بله، ظرفای خالی میز پولیمر هم گرفتم میتونین. بله، نفهمیدم. چیزی نیست. تو بگیر اینا رو ببر. زنده باشی. خوب دی گناه خدا داد چی از صدقه چم. من خود چیزی نگفتی؟ دیگه بله. یک چیزی هست که من باید به تو بگویم. درست است. میخوای چی بگویی؟ من به تو یک وعده داده بودم نی؟ برات گفته بودم که بار دیگه برات دروغ نمیگم. خب من برات دروغ گفتم. ما بیاز منتظر همی بودم. چطور یعنی؟ کار ایلا کدی. به رستوران رفته بودم. به رستوران رفته بودی؟ چی وقت؟ امروز. به خاطر چی کار ایلا کدی؟ چی شد؟ اونا به تو چی گفتن؟ چی باید میگفتن دیگه؟ گفتن که کار ایلا کدی. همه قدر گفت. بله. ادامهش گفته میتونی؟ میگم. سیفدا دختر خیرت باشه. امشب در خانه تو بودم میتونم توکچه؟ البته که بودم میتونی. اینجا خانه تو هم است. سیفدا کدام چیز شده؟ فقط میخوایم از او خانه دور باشم همین. داخل برو. تشکر. از وقتی که خانمش پس آمده مولا علی به خانه خود نمیایه. نه که در خانه او می باشه.
هر چیزی را که گفتی کردیم. تمام دوسیایی که درباره کاکایت بود بررسی کردیم. او چی است؟ ایره از سایف مخصوصش پیدا کردیم. کاکایم چرا اینا رو پود کرده بود؟ وای به حالش. اینقدر شه تمام انتظار نداشتم. وازش کو کدایش چی است؟ ضرور نیست که تو بفهمی صاحب. او دختر چی گفته بود به یاد داری؟ راز بزرگترین بار است. انتقال داده نمیتونی. بچه علی را آوردن رئیس. بچه میره آواز کو. چی گپ شده؟ این برق چرا رفت؟ بریم ببینین چی گپ است. اشتباه کردی توکچه. دستل علی اونا رو به اینجا میاره. این نفرها کی هستن؟ نمیفهمم. علی نیست. خیالی کجاست؟ آی سیفتا. طفل کجاست؟ بیادر نفره بسته کده بود. طفلم دا موتر نیست. یعنی چی که نیست بشرف؟ یعنی چی که نیست؟ مگم شما نگفتین که گرفتنش؟ نه که زمین چاک شد و آنها زیر زمین رفتن. اینم من با پایه خود بشت آمدم تاش کفا. رئیس گرفتیمشان میاییم.
بچه من نباید دخیل می ساختی. با آخر راه رسیدی تاشکافا. برنو به شرف پیدا کنین. تو نگفتی برشان که درباره هم از اول گپ زده بودیم؟ گفتم اما چی تغییر میکنه؟ او آدم کارای خلاف میکرد. گفت اگه پولی کار خوش نداری من کسی دیگه رو به جایت پیدا میکنم. مام گفتم برو پیدا کن. خدا جگر خون نکن. خوب کار کردی. بیازه به خاطر قدر پول کم ده اونجا ساتا کار میکردی. کار خوب کردی که اعلاش کردی. کجا میری؟ تشناب. یک بار به تشناب میرم. تو به خود یگان چیرنی چیزه بخوای مزود پس میم خواه؟ وقدر کار مهم چی بوده میتونه ایگار بشنم بگو. خبر شدم که فهمیدم که کاکای من تو کشتی. و چیزایی را که فهمیدم فقط قدر نیست. درباره علی هم چیزایی را که پد کرده بودی فهمیدم. درباره علی گفتی؟ چی برات گپ دراز کنم؟ درباره چیزایی که خبر شدم زیاد تعجب کردم.
وقت فهمیدم یک بچه داره ما هم زیاد متعجب شدم. وقتی که خبر شدم که بیادر علی کی است بسیار زیاد متعجب شدم آقا کرد. حتی از گپ زدنم ماندم. او کی است؟ معلومات قدرت است. به هر کس قسم مفت داده نمیشه. کاکایتم کاملا همه قسم بود. اما من مثل کاکایم نیستم آقا کرد. معلوماتم از ذخیره میکنم. یعنی اگه مرا بکشیام نجات پیدا کرده نمیتونی. با خاطر شنیدن گپای ناقد ما وقت ندارم ایگار. چی را میخوایی به دست بیاری؟ زود باش برام بگو. تو دیگه کاملا به آخر راه رسیدی. ای که علی و پیلوت با هم بیاده را اصلا من میفهمم. حالا بیاین دیگه از پشتم. بیاین که براتان نشان بتم یک نان چند فطیر است. تو بزن. آفرین خدا داد. بچه می چه قسم سیلی زدن بود؟ مثل پنجه خرس زدی. ما مرکاتت رو انجام بتیم پیلوت بیادر. چه قسم؟ ای قسم. تو چرا قسم میکنی؟ اما تو خو میکنی. بچه من قصدن نمیکنم خدایی هم تو میشه دیگه. من تا خودم هم نمیفهمم که چرا قسم میکنم. از او خاطر اگر من بدونی که متوجه شوم قسم کنم باز ازگی از من خوشش میآید. نمیآید خدا داد. پیلوت بیادر ازگی میگه بریم ما چی کنم؟ خیلی برو دیگه که میگه بریم. چرا استاد هستی؟ کاره نمیکنیم به خاطر که هر چیز تو بگویی اما تو میشنی. تو برام گفتی کسی که فرار میکنه بازی را گیر میکنن. فرار کردم او مرا گیر کرد از پشتم آمد. گفتم نان خوردن بریم بازم کتم آمد. هرچی تو گفتی اما تو شد باور کن. بخیر باشی. خوب از خیده و صورت یک جای میریم. ها بیبی چیزی را که اینجا دیدی فراموش کن. فهمیدی؟ چی را فراموش کنم؟ پیشو که بریم. حالا از ما چی میخوایی؟ چیزی را که میخوایم بسیار آسان است. بعد از این دیگه علی را از پیش رایم پس میکنی. در پشت او ایستاد نمی باشی. مثلا قسمی که وقت سینان مرمی خورده بود او قسم دیگه او را از زندان بیرون نمی کنی آقا کرد. مام از افشا شدن این رازه که تو زیاد میترسی پیش خود او را حتما نگاه میکنم.
با آخر راه رسیدی تاشکافا. سلایت بنداز. با جرم اختطاف مادر و بچه به زندان میری و ای بار جزایت بسیار سنگین خواهد بود. میره ببریم. کاکا علی قهرمان است اما تنس مادر. دیدی چه قسم ما را از دست آدمای بد نجات داد؟ بیخی مثل فیلما. بله بچه قندم، کاملا مثل فیلما. بگی جانم او بخو. اینجا خانه کاکا علی است نه مادر؟ بله. مادر؟ کاکا علی بچه هم داره چطور؟ او هم اینجا میایه مادر؟ اونجا رو ببین. میگیرم. حسادت کردی؟ نگی تو همراه ما حسادت کردی بچه؟ آی بچه من حسادت کرده. ما ایره آشپزخانه میبرم. تو کجا بودی پیلوت؟ باز چی گله باو دادی؟ فکر میکردم. ده تشناب؟ بله. چی فکر میکردی؟ خدا داد پیلوت ده تشناب چی میکرد؟ تو امره معروسی کنی؟ تو امرای معروسی کنی؟ ده تشناب درباره همی فکر میکنی؟ بله. نه یعنی راستش ما بسیار قبل بیازو در این باره زیاد فکر کردیم. سرت باور کردن نمیتونم پیلوت. تو بیخی یک دیوانه هستی. دیوانه. حداقل خوب شد درباره او دوتا لوده خبر نشد. دویگا منتظر ما باش. ایزگی صبر کن که ما میایم. ایزگی منتظر ما باش، ما بیایم. باش جانم که جاکت تا بکشم. مادر؟ بله بچه قندم. با ما قصه پدرم میگین لطفاً؟ البته که میگم جانم. باش که اول تو را قسم بخوابانم. بله. یکی بود یکی نبود. در یکی از کشورها به نام علی جان یک طفل بسیار شیرین زندگی میکرد. پدر علی جان کاملا مثل یک قهرمان بود. این پدر قهرمان از هیچ کس نمی ترسید و از راست گفتن هیچ منصرف نمی شد.
همراه بدی ها مبارزه میکرد. همیشه میخواست خوبی کنه. یک روز این پدر قهرمان یک دختر دیده عاشقش شد. دخترم همی که او را دید عاشقش شد. باز اونا با همه روسی کردن. بعدش هم علی جان به دنیا آمد. وقت بچه خدا با آغوش گرفتن فکر کردن تمام دنیا از اونا شد. اما یک روز به او پدر قهرمان یک انسان بده که همراهش مبارزه کرده بود در حقش یک بدی کرد و پدر قهرمان مجبور شد که بچه خدا ایلا کرده به یک جای دور بره. ما بچه ما ایلا کرده به هیچ جایی نرفتم. علی جان بیدار میشه. واضح است که بچه ما با همین قسم قصا کلان کردی. تو حقی کار داشتی وزله؟ ما اگه میفهمیدم که یک بچه دارم. اگه به جای من میبودی تو هم امی کار میکردی. هرگز. ما در مقابل تقدیر مبارزه کرده. هیچ وقت یک مادر از اولادش جدا نمیکردم. و ها یک چیز دیگه. بعد از این مجبور نیستیم که تشویش کنیم. بسیار خوب، درست است. سبا میریم. ما بچه ما بعد از سالا دیدیم. نه که واقعا قلبت مثل سنگ شده که من از بچه‌م جدا میسازی. صبح بخیر. ما سالهای سال منتظرم و یک لحظه بودم. هر وقت که طرفی سیل میکردم تو در نظرم میامدی. نمیخواستم شما دو نفر از یکی دیگه تان بخبر باشین، اما از اتفاقی که بالای سلیمان رخ داده بود ترسیده بودم. تحمل نتانستم. کوکالی چطور ما رو دیروز از آدمای بد نجات دادی؟ یک چیز را بگویم. امروز کل ما یک جای با هم یک کار کنیم. چی نظر داری؟ چی کنیم؟ اول خو یک چای صبح مزه‌دار میخوریم. بعد از او هر چیزی که تو بخوایی امو کارم میکنیم. با پارک دام رفتم میتونیم؟ یک بار فکر کنم. درست است. میریم. بله. از مادرت چیزایی را که ضرورت داری باید بگیریم. کوکالی بچه شما کجاست؟ از مادرم پرسان کردم برم نگفت. دور است علی جان. بسیار زیاد دور است. مثل پدر من. مادر مام درباره پدر من قصه میگفت اما او مرده. علی جان، حالا بچیم اینه که نمیخوایی پارک بری چطور؟ میخوام. پس حالا دیگه آماده شو. حالا بیا که بریم. بیا مقبولم، بیا که تو را آماده بسازم. سعیس
سیفتا جانم، سیفتا صبح بخیر. صبح بخیر. حالا برام میگی که تو را چی شده؟ دیشب حالتت خراب بود، ازت پرسان نکردم. تو را چی شده جانم؟ دقیقش نشو. سیفتا چطور دقیقش نشم؟ تو این حالتت ببین. شاید از دستم چیزی بیایه و برات یک کار کده بتونم. از دست هیچ کس چیزی نمیایه توکچه. فقط نمیخوایم که پس به اون خانه برم. نمیخوایم که پدرم ببینم. نمیخوایم که اویگاره ببینم. گفتی پدرت؟ این گپ خو مربوط پدرت نمیشه سیفتا. گفتم دقیقش نشو. نمیخوایم درباره‌اش گپ بزنم. من میرم کالایمو تبدیل کنم. مرا ببخش دخترم. به خاطر تمام چیزایی که تو امروز سرت آورده مرا ببخش. به تو یک پدر خوب شده نتونستم، اما حداقل آله وظیفه پدریم به جای میارم. این کار امروز حتما خلاص میکنم. خداحافظ دخترم. خداحافظ. کوکسال؟ خداحافظی چی؟ ای تو چی میگی؟ ای کار امروز خلاص میکنم خیریه. با علی کل چیزا را میگم. نمیشه ای قسم یک چیز نمیشه. ای کار کده نمیتونی. کار درست می است. به خاطر دخترم ای کار میکنم. نمیشه کوکسال، به ای قسم یک چیز اجازه نمیتم. ایلاکو خیریه. دمرایم ایلاکو. کوکسال خیریه. گفتم ایلاکو بیشتر از این زندگی کردن نمیتونم. کوکسال علی تو را میکشه. او تو را میکشه. ای قسم یک کار کده نمیتونی. خواهش میکنم نمیشه. خواهش میکنم لطفا این کار نمیمونم بکنی. کوکسال صبر کن لطفا. کوکسال دروازه رو باز کن. کوکسال این قسم نکن لطفا. کوکسال خداحافظ خیریه. با سینان و با سیفدا بگو که اونا رو بسیار زیاد دوست دارم. من هر کاری که میکنم فقط به خاطر خوبی اونا میکنم. کوکسالی کار نکن. کوکسال لطفا این قسم نکن. کوکسال برین. در پارک بازی بریم قند پشنک میخرین؟ البته که میخرم. حالا بیا. مولا صاحب خدا داد. این طفلک شیرین کی است؟ ما بعداً باز برات میگم. خدا داد. بیبی حالا ما با هم چکر میریم. دکان به تو امانت باشه. درست است مولا صاحب، تشویش نکن. ها اگر کدام چیز شد در موبایل خانم عزلم زنگ زده میتونی. شماره را من برات میدم. صحیح است. خانوادهش تکمیل شد. ببین سیفتا، خوب ببین. سیفتا، به خاطر که علی را از قلبت بیرون کنی دیگه چی میخوایی؟ من میرم چند دقیقه قدم بزنم. اگه پلان نداشته باشی ای کارت نمیشه و ای کار. کسی صدای من میشنوه؟ در اونجا چی گپ باشه؟ دروازه رو باز کنه.
کسی نیست؟ دروازه رو باز کنین لطفاً. صدای من نمیشنوید؟ خانم خیرت چی گپ هست؟ آقا اویگار، کوکسال پیش علی رفت، گفت کل چیزا برش میگم. علی او را میکشه. خداحافظ علی. زنده باد. تخم ساسج دار آمد. تخم ساسج دار آمد. تخم ساسج دار آمد. تخم ساسج دار. مزدار معلوم میشه. خب منو دعوت نمیکنین مولا صاحب؟ ما بیازو با شما تیار کردیم. ما سیر هستم. بفرمایید که سرد میشه. بعض عادتهایش مثل تو هست. کاکایی میشه ما تراکا بشینیم بازی کنیم؟ البته میشینیم، اما با شرطی که کل نانت خلاص کنی. آیسته بچم ده گلونت میگیره آیسته. خدا داد تو میفهمی که مولا علی کجاست؟ نه نمیفهمم ماما جان. او کت ازلم خواهر برآمد و رفت. خدا داد هرچی عاجل من باید او را ببینم. ازلم خواهر به من شماره موبایلش داده بود. به او زنگ میزنم که مناسب گپ بزن. حالا زنگ بزن. علی خدا داد زنگ زده. بله خدا داد. مولا صاحب ماما کوکسال آمده اینجاست. میخوای که تو گپ بزنم موبایل برش بتم؟ بته برش. سعیس مولا صاحب. مولا صاحب باید همراهت گپ بزنم.
سیس آقا کوکسال وقتی به منطقه آمدم باز همیاله ای که در پیش ارنیکو چی کار داشتم از کارش کدام مهمتر اگه میخوایی بفهمی که بچه تا کی کشته آجل بیا و مرا بی ملالی تو چی میگی آقا کوکسال؟ اگه میخوایی بفهمی اینجا بیا سیس کجا؟ سیس میایم ما باید برو مظلم کجا میری؟ برم یک کار عاجل پیدا شد علی جان میرم اما زود پس میام خیلی با پارک امریم نمیری؟ میریم اما زود پس میام درست است؟ علی یک دقیقه آی باز چی شده کجا میری؟ برم یک کار پیدا شد ازلم زود میرم و دوی خواهر چی شده کمال؟ او طرف یک سگ زخمی شده میشه کمکش کنید لطفا البته که کمکش میکنم یک دقیقه هم اینجا باش او طرف ده کجاست بریم سیس سیفدا تو کجاستی ها؟ سیفدا کجاستی سیفدا کجاستی ها؟ سیفدا جواب بده سیفدا تو کجاستی دخترم؟ سیفدا جان سیفدا مادر سیفدا تو کجا بودی؟ چی شده؟ یک دقیقه آرام باشین خوب علی چی؟ علی چی شده؟ علی نه کدام چیزی شده راست بگوین پدرت کل چیز به علی خواد گفت علی پدرت خواد کشت سیفدا تنها تو مانع او شده میتونی یک کار کن لطفا باید یک کار کنی دخترم علی باید یک کار کنیم سیفدا صبر کن دخترم سیفدا جان لطفا صبر کن علی سیفدا خدا داد تو علی رو دیدی؟ در پیش ازلم خواره چی شده سیفدا خوار؟ کدام گپ شده؟ پدرم پیش اون میرفت من باید هرچی عاجل علی رو ببینم خدا داد من میفهمم در کجا میبینن گفتی میفهمی؟ کجاست کمال؟ اوجاست خواهر جان حیوان زخمی اینجاست درست در مقابلت
قلبش بسیار سخت زخمی شده و دوای زخمشان پیش تو است. فقط تو میتونی درد دوا کنی خانم دیگو. همراه ما عروسی میکنی؟ چقدر را مانده؟ از این طرف دارو بخوریم میرسیم سیفزا خواهر. کوکسال کوکسال علی علی اورغلو برم بگو قاتل اصلی بچیم کی است؟ هر چی را که میفهمی برم دانه دانه بگو. نه 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 طفل بالا نکن طفل بالا نکن ما چی کردم؟ کل دستوراتانه به خوبی عملی کردن موتر علی با ما ماندم، اما ای که بچهش موتر بالا میشه ایره ایش نمیفهمیدم. باور که از بچهش هیچ خبر نداشتم که بالا میشه. باید بمری. ای چی حال است؟ از بچیم چی میخواستی پیشرف؟ چرا؟ کاش روزه که ارنیکو را کشتی کله چیزا گفتم میتونستم. قسم میخورم من که اونا ایج رابطه ندارم. مرا به این وضعیت رساندن آقا. از این طرف درو بخوریم. خدایا لطفاً تا میرسم کدام چیزی نشه. ببین اینجاست خواهر، از این طرف. بچه تا یعنی قاتل بچهت
علی! کوکسال 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 علی مرا ببخش. دخترم پیش تو امانت است. پیش تو. کوکسال